دوستان عزیز یک بار دیگه سلام و درود به پایان به همه شما. این ما بالای همون کپرکی تراسیت کپرکی لرزونه اگر تختاش کوچکو فقط مش میگم چون میکنم می پایان طرف دشت جون مقصد می بالا سی بالا همین او ما آدمای خودمون به یک عذاب گیریستگی گیره کردن به یک عذاب بگذارن جوی ما نمیگذاریم در کپرک ما نمیگذاریم به یک عذاب بگذارن. این مقصد خر نگاه کن چقدر میگذره خر حیوان ها اینا چیزی آموخته رو ببین هک شد مثلا همین آموخته همین خر این مقصد همین خر نگاه کن میره همین خر نگاه کن آدم ها ترسه میگذارن خر که آموختن نگاه یه بارا و دوباره رفتن نگیره فرق ندارن لرزه تو پروک میجون با دیده سنو خیام خر میره عزیز نمیخوام دوستان عزیز هر یک جا مختگری مثلا که اینجا رو ممکنه پوچی خرد خویزه بویا اینه که آموخته که هستن رفتن میگیرن. خیلی سفری ما با فکرم که با آخیر هستیم ما اینجا ماشین خود مونده میشینیم طرف رحکی میکنیم طرف دوشنبه شهر باقی سربلند خانواباد باشه در کجای باشه نباشه خداوند بزرگ نگهبان همه ما و شما باشه. سفر آینده انشالله که طرف خوجنده انشالله که راستا دارم که برم جایی که خدمت مادر وطن کردیم همونجوری هم تماشا کنم و هم برای شما پیشکش میکنم برای مردان وطن دوستدار برای مردانی که جانشون برای وطن دریغ نداشتگن میرم همو قصه میکنم یک جا هم تماشا میکنیم هم میبینیم مسجد میریم اسفره میریم خدا نصیب کنه خوجان خودش میریم بابا جان غفور میریم میگردیم یک جای تماشا میکنیم زنده باشه تا واروخ میریم. این دوستان عزیز اون طرف رو پروچ خیلی گفتیم افغانستان این طرف اینا ماست بینی چقدر ماستای زمانوی کردگن اینا بینی مثلا سالهای پیش ایجاد می اومدید عذاب میکشیدی ما سال 2007 اومدیم عذابای کشیدگیم که به خیرات خدا این حاضر ماشینا با 1000 میگذره این ماشین میگذره مشمول نمیشه میتونه رفت یا 07 رفت نمیگذره میره با 1000 مقصد که ایجاد اینا اینجا همین زمانوی اینا اینجا حاجت خونه های زمانوی کردن مثل طلبی های اینجا خیرمانجا نام داره برادرها اینجا خیرمانجا مقصد میایین همین طلبی ده نه آدم اینه که میان من میکنن اینا با 1000 جده میایید تمامی چی هست گوش بیریان خاج بیریان اینجا خیرمانجا نام داره همین بوی همین گل همین گل بوش بسایت همین گل که شما میبینید اگه در اینجا باشین شما این بو رو حس کنید خونه بارون نام زده خب بوی خوشوی داره که سلام علیکم و علیکم السلام سوجه برادر اینجا نه کامون بوین همجا خدمت میکنیم همجا میدرویم اینجا خیرمانجا میگن اینجا کدام منطقه رو نگاه میکنن شمس‌الدین شوین اینجا خیرمانجا اینو بردن درین که حلاوت میبره اینجا خاج میگی اینجا کمازو میون همجا اینجا میدون خیرمانجا که شد که از کمازو میستم با حضور نه خواهش کنید که آبادی وطن حلاوت میبرید اینجا در شکمکت سیر راه براه تماشا کرده اینی کردیم کوی سر با فلک کشیده وطن. خیلی خلاصه گپ دوستان عزیز اینجا دمیاییم با اشتیاق اوقات میزنین و خفای کارتون میشه این طرف تو پومیر همین خیلی راه هوا و کفی دست بوریم این طرف اینه سبزی شویم تا همون پایانه تا کلوبه. انا با دوستان عزیز خریبی اومدیم شوراباد ده که ها رو بینه
қараби шуробот дай ямаш як санго товасан یعنی درد او بیست رفته است دوستان عزیز جا خرابی رای شروع بودم این طرف در هرچزو رای این طرف کار سنگ دایره‌ای برادران زمان دیگه که همین اینجا تای آب بوده گن سنگ دایره‌ای رو ببینید همش سنگ دایره‌ای این نشون میده که اینجا وقتی هم تای بحر و تای آب تای دایره بوده گن خیلی سنگ کلوله فقط دایره میکنه یا برادران اینجا زنبور اصل میپرورن اینا رهبرا این کوه شمس‌الدین شویین یعنی شورابات قریبی شورابات آمدست خیش قریب که هم مجا آباد راه کفی دست بریم حلاوت میبریم زنده باشید پناه خداوند یارو مدد برد نیست شورابادای وطنم صدقه این امید تو شومه صدقه ای گل دختران باغ و راهی تو شومه شورابادای وطنم صدقه این امید تو شومه صدقه ای گل دختران باغ و راهی تو شومه خواجه غیلتون ادا شد از جای آباد دو طرف از سویتو رو بینیم این طرف باغ و راغ بینیم خیلی آباد شکرانی آبادی وطن
برادرها اینجا در راه حساس که استیان این پوست گذاشتیم هم را گذاشتیم شما کی طرف اینجا در ماست نشار یا جو بارون یا جو افتو طبیعت یا کمی برآمدن بهار در آمدن تابستون ایده که من هم خیلی خجا بارون خجا افتو خیلی هم خیلی آیک بستانی شکر خدا وطن آباد اینجا دل تخت بزرگ بوده اینجا در بازار مایده چایده توکل احمد به خدا